بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. سوره مبارکه رعد هست و این سوره را رعد میگویند به دلیل اینکه ذکر رعد در این سوره می آید. معنای رعد چیه؟ آیا مراد رعد و برق هست یا چیزی دیگه هست؟ همونجا می خوانیم. اما مناسبت این سوره با سوره گذشته یعنی سوره یوسف، اینکه در سوره یوسف یک دلیل نقلی تفصیلی که داستان یوسف و جریان یوسف و یعقوب هست ذکر شده. در آن داستان و در آن دلیل نقلی اثبات شد که بغیر از الله عزوجل هیچ کسی علم غیب هم نمیداند، عالم غیب هم نیست، فقط الله هست. حتی انبیا نمیدانند. مدیر و مدبر و متصرف هم بغیر از الله هیچ کسی نیست. حالا با توجه به اینکه این همه دلائل بیان شدند، دلائل از انبیا، این مسئله یعنی اینکه متصرف فقط الله هست، عالم الغیب فقط الله هست، این مسئله دیگر نظری نیست، بدیهیه، یعنی نیازی به دلیل نداره. مسئله شفافه، واضح هست، هیچ جایی برای شک نیست. اما در سوره رعد باز هم یک سری شبهاتی، چون احتمال داره خفایی باشد، پوشیدگی هنوز برای بعضی باشد، توضیح بیشتری داده میشه در سوره رعد که هیچ شبهی و هیچ خفای باقی نماند. به همین دلیل در این سوره مبارکه شما 8 تا دلیل عقلی میخوانید، 2 تا دلیل وحی میخوانید، 1 دلیل نقلی میخوانید برای اثبات همین توحید. الله عزوجل آغاز میفرماید با حروف مقطعات الف لام میم را. این حسن افتتاح است، اما الله اعلم بمرادی. تلك آیات الکتاب، این تمهید است، ضمن اینکه مقدمه هست، ترغیب هست به سوی قرآن. این آیات کتاب هست. الکتاب الف لام جنس هست، یعنی آیات کتاب های آسمانی هست. والذی انزل الیک من ربک الحق، آنچه که نازل شده از جانب رب تو به سوی تو ای محمد صلی الله علیه و سلم حق است.
ولكن اکثر الناس لا یؤمنون، اما اکثر مردم به حقانیت این، به این که من جانب الله هست ایمان نمی آورند. چرا ایمان نمی آورند؟ چون خودشون مشکل دارن. این آیات مشکل ندارن. مشکل خودشون چی هست؟ ابن کثیر می فرماید لما فیهم من الشقاق والنفاق والعناد والنفاق. اکثر مردم ایمان ندارن چون اهل شقاقند، اهل عنادند، اهل نفاقند. و الا اگر اهل انابت باشند، بدون تعصب آیات را نگاه بکنند، اونها از آیات حقیقت را، واقعیت را میفهمند. اما دلیل عقلی، اولین دلیل عقلی آغاز میشه دلیل عقلی آفاقی هست، یک بخش علوی هست، یک بخش سفلی هست. الله میفرماید الله الذي رفع السماوات بغیر عمد. الله آن ذاتی هست که آسمان را بلند قرار داد بدون ستون. ترونها، شما میبینید این آسمان با این عظمت بدون ستون هست. شما هم بدون ستون بودنش را میبینید. از اینجا تا آسمان و در فضا تا جایی که چشم کار میکند، انسان نگاه میکند، هیچ جا ستونی نمیبیند. بعضی گفتند که بدون ستونی که شما ببینید، یعنی ستون اگر هست نامرئی هست، دیده نمیشه. اما بهتر همینه که بدون ستون هست، کلن شما هم بدون ستون میبینید. حالا مراد از آسمان چیه؟ اگر منظور از آسمان اون آسمانی هست که مسکن ملائکه هست، اون آسمان و طبقات آسمان هست که الله عزوجل اونها را خلق کرده، خب اونها همه بدون ستون، هیچ یکی از آسمان ها ستون ندارد، بر پایه ستون نیست. دوم اینه که آسمان هر چی که بالای سر شما باشد آسمان، کل ما علاک فهو سما. حالا علاوه از اون آسمان 7 طبق، بلکه تمام ستاره ها، تمام شمس و قمر، سیاره ها، اینها تمام بالا هستند، بالای سر ما هستند، ستون ندارد. ماه را میبینیم، خورشید را میبینیم، هیچی که ستون ندارد. جایگزین ستون چی هست؟ یک قدرت جاذبه ای هست که در وجودش هست که او را حفظ کرده. اون قدرت نمیگذارد که به چیز دیگر، به شیء دیگه برخورد بکنه. همین که در فضا گویا هستند و معلق هستند، نمی افتند و اون قوه جاذبه اجازه نمیده که از مدار خودش خارج بشه. همین بدون ستون بودن هست. لذا این در صورتی هست که منظور از آسمان تمام اون چیزی که بالای سر است، اما از خود آسمان ها، ستاره ها، سیاره ها، شمس و قمر. لذا الله می فرماید ثم استوى علی العرش، سپس خداوند مستوی شد، قرار گرفت بر عرش. چطور قرار گرفت؟ نه از متشابهات هست، ولی همونطور که قبلا عرض کرده معلوم میشه که مراد از این قدرت و پادشاهی پروردگار هست. چرا بعد از اون ببینید تصرفات را ذکر می‌فرماید. و سخر الشمس والقمر، ماه را، خورشید را، ماه را برای شما مسخر کرد، تابع شما، در خدمت شما. کل یجری لاجل مسمى، هر یکی از اینها جاری هستند به معنی اینکه انجام وظیفه میکنن برای مدت معینی. حالا مدت معین یعنی چه؟ یعنی مدت 24 ساعته‌ای که در دنیا دارند.
خورشید هر روز طلوعش هست، باز غروبش هست، روی یک نظم خاصی، و این نظمش از هزاران سال که بشر بوده هست تا به حال هیچ تغییری نخورده. یک ثانیه از اون وقتش نه جلو شده نه عقب شده، نه تقدیم نه تأخیر، روی یک نظم خاص. و ما همچنین، یا اینکه اجل مسمى منظور پایان دنیا است، یعنی این وظیفه را انجام میده تا اینکه دنیا تمام بشه، روزی که مأموریتش تمام بشه، خورشید جمع بشه، ماه جمع بشه، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، تا اون روز کار خودش را انجام میده. تنها خورشید را، ماه را، آسمان، زمین در اینجا خداوند تصرف نداره، حکومتش در این حد نیست که اینجا محدود بشه. یدبر الامر، ای امر العالم، تمام امر عالم را او تدبیر میفرماید، او مدیریت میکنه، او در اختیار دارد. یفصل الآیات، آیات را او هست که برای شما روشن میکنه، واضح میکنه. منظور از آیات هم آیات تکوینی هستند، در این عالم آیات کون هستند که دال بر قدرت خدا، بر وحدانیت خدا هستند، یا آیات تشریعی، آیاتی که بر پیامبران نازل میکنه و به عنوان شریعت هستند، چگونه زیبا واضح شما را برای شما بیان میکنه، شما را تفهیم میکنه. همه اینها را الله تعالی انجام میده لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تا شما انسانها، شما مکلفان به ملاقات ربتون باور کنید، یقین کنید که این ملاقات اتفاق میفته، انجام میگیرد. و هو الذی مد الارض وجعل فیها رواسی و انهارا. این عالم علوی بود، عالم بالا بود. حالا عالم پایین، عالم سفلی، عالم زمین، اینجا هم تصرف و مدیریت مال خداست. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي و انهارا. الله آن ذاتی است که زمین را پهن کرد. ببینید زمین با وجود اینکه کره هست، همه میدونند که زمین کره هست، یعنی گرد هست، اما ضمن کرویتش الله عزوجل چنان زمین را گسترده کرده، چنان وسیع هست که احساس نمیشه. احساس میکنیم هر یک از ما که زمین مسطح است، زمین عرض کنم فرش مانند است. چرا؟ ضمن اون کرویت الله عزوجل این وصف مسطح بودن را چی کرده؟ در زمین گذاشته. چون زمین درست کره هست ولی خیلی زمین وسعت داره. اون وسعتش طوری هست که اصلا احساس نمی کنیم خود ما کرویت زمین را. زمانی انسان احساس میکنه که از مدار این زمین خارج میشه و از دور به زمین نگاه میکنه. لذا الله میفرماید و هو الذی مد الارض. الله آن ذاتی است که زمین را کشید، پهن کرد، گسترده کرد. اگر زمین همونطور احساس میشد که اینجاش سر بالایی هست، داره پایین میره، انسان میفته، قابل سکونت نبود دیگه. و جعل فیها رواسی و انهارا. و در این زمین قرار داد میخایی، کوها را قرار داد که زیاد جنبش و لرزش داشته نباشه، و الا اگر این کوه نبودن زلزله زمین، لرزش های زمین خیلی بیشتر بود. اصلا سکون و آرامش را از انسان ها می گرفت، قابل سکونت نبود. این کوه ها را به عنوان میخ در زمین زده که زمین تکان نخورد. و همچنین نهرهای آب که شما بدون این انهار زمین قابل سکونت نیست.
میدانیم که آب مایه حیات است. اگر آب در زمین نباشد هیچ موجودی نمیتونه زنده بمانه. حالا کرات دیگر که مردم رفتند، سیاره های دیگر که مردم رفتند، اونجا میبینند آب نیست، به همین خاطر اونجا کسی نمیتونه زندگی بکنه. اونجا قابل سکونت و قابل زندگی نیست. این انهارن چیکار کرده؟ زندگی در زمین را برای انسانها قابل ارز کنم امکان قرار داده. ممکن هست زندگی بشه با آب فقط. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. از هر میوه قرار داد در این زمین زوجین، یعنی جفت. زوجین جفت یعنی چه؟ اثنین بدل از زوجین، یعنی دو تا. حالا هر میوه دو نوع هست. منظور فقط دو نوع نیست، هر میوه تنوع در میوه هست. حالا در دنیا میبینیم که میوه ها متفاوتند، در رنگ متفاوتند، متنوعند. یه میوه سفید، یه میوه سیاه هست. در طعم کالحلو والحامض، یکی شیرینه، یکی شیرین نیست، تلخه. فی القدر، در قدر یکی کوچکه، یکی بزرگه، کالصغیر والکبیر. و فی الکیفیه، کیفیت کالحار والبارد، یکی گرمه یکی سرده و امثال اینها. یعنی تفاوت میوه ها از یک جهت و دو جهت و سه جهت نیست، زیاد هست. پس این آیه میگه که میوه هایی که متفاوت هستند، از هر یکی دو قسم هست. یغشی اللیل النهار، می پوشاند الله عزوجل به وسیله شب نهار. همه جا نهار هست، اما بعدا شب میآید پرده‌ای بر او میندازد، او را تحت پوشش قرار میده، تمام جا تاریک میشه. همه این تنوعاتی که در دنیا هست، حالا ببینید تنوع در شب و روز هست. یکی سیاه، یکی سفیده، یکی روشن، یکی تاره. تنوع در میوه ها هست، تنوع در هوا هست، گاهی سرد، گاهی گرمه، گاهی از کنم که خوبه، گاهی قابل سکونت اصلا نمیشه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در همه اینها آیات و نشانات است، اما قومی که فکر می کنند. از این تنوع، از این دگرگونی، از این تغییر همیشگی، از این فصول، گاهی زمستان میشه، گاهی تابستان میشه، گاهی بهار میشه. کسی که فکر می کند به عظمت پروردگار، به مدیریت او، به متصرف بودن او پی میبرد. علاوه از این دیگه عجایبی دارد. عرض کردم در این سوره همهش دلائل است. در این دلائل اگر کوچکترین شبهه دیگه مانده درباره توحید خدا، اونها رفع میشه. این تصرفات مالکی هست. غیر از خدا کسی میتونه این کار را بکنه؟ هرگز. دلیل دیگر از دلائل قدرت او، و فی الارض قطع متجاورات. در زمین قطعه ها و تکه هایی هست، تکه های خود زمین که متجاورات با هم دیگه نزدیک هستند. جار همسایه را میگن. این زمین اون تکش با این تکش چیه؟ کنار هم هستند. بین اینها هیچ فاصله نیست. اگر فاصله باشه گاهی یک خاکریزی هست، دیگه چیزی نیست. مثلا و جنات من اعناب. اما در این همین قطع متجاورات، همین تکه هایی که در کنار هم هستند، باغاتی هست من اعناب، از انگور، و زرع، زراعت دیگری هست مثل گندم، جو، برنج، و نخیل، و همچنین نخل خرما، که این نخل خرما بر دو نوع هست، صنوان و غیر صنوان. بعضی نخل هستن که هر یکی ریشه شون جدا هست.
بعضی ها غیر سنوان، یعنی ریشش جدا نیست. دو تا نخل خرما میبینیم ریشش یکی هست اما دو تا تنه هست، یکی از این گوشه رفته بالا یکی از این گوشه رفته بالا. یسقا بماء واحد. حالا ببینید همین که ریشش حتی یکی هست، زمینش یکی هست، آبش هم یکی هست، اما طعمش فرق میکنه. یا دو تا درخت انار را بگیر، زمین یکی هست متجاور است، اینجا با اونجا 3 متره. این یکی انار شیرینه، اون یکی انارش ترشه میخوشه. چرا؟ آخه زمین یکی، آب هم یکی. این تفاوت برای چی هست؟ الله در دنیا تنوع آفریده. لذا الله می فرماید یسقا بماء واحد. آب داده میشه یک آب، زمین هم یک زمین، خاک هم یک خاک. و نفضل بعضها على بعض فی الاکل. بعضی را ما بهتر میکنیم بر بعضی از نظر طعم، از نظر خوردن. این تفاوت به دلیل چی هست؟ به دلیل اینکه الله ایجاد کرده. اینا اگر طبیعی بوده همه مثل هم بودن. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. همانا در همه اینها نشانات است، اما برای قومی که عقل داشته باشه، خرد داشته باشه. با وجود این همه آثار قدرت خداوند، این منکرین، این مخاطبین زنده شدن بعد از مرده شدن را انکار می کنند. و این تعجب، اگر شما در تعجب باشید، برای شما شگفت آور باشد، فعجب قولهم، واقعا عجیب هست، یعنی ذو عجب. عجیب از سخن آن منکران، آن مشرکان، آن کافران. کدوم سخنشان؟ این سخنشان که اذا كنا ترابا ائنا لفی خلق جدید. آیا ما وقتی که خاک باشیم دوباره در پیدایش جدیدی هستیم؟ حالا ببینید این چیز را، این را درباره انسان اگر کسی شک بکنه درسته، انسان میتونه زنده کنه، اما این شک درباره ذاتی هست که اون ذات کارهای خیلی بزرگتر از این داره میکنه. همین تصرفات در آسمان، تصرفات در زمین، انواع میوه ها، انواع زمین ها، انواع گل ها، چه تفاوتی در رنگ، چه تفاوتی در طعم، چه تفاوتی در زیبایی. آخر ذاتی که این همه قدرت داره، قدرت های خیلی بزرگتر از این داره، اون ذات نمیتونه این انسان را دوباره پیدا کنه. چرا اگر شما میگفتید که انسانی دوباره درست میکنه، ما بر قدرت انسان شک داشتیم، اما در قدرت رب العالمین چرا شک؟ الله میفرماید اولئک الذین کفروا بربهم. اینها کسانی هستند که نسبت به ربشان کفر کردند، بسبب همین کفر. و اولئک الاغلال فی اعناقهم. اینا کسانی هستند که طوقها در گردنشان هست. و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینها اهل آتش هستند، همیشه در اون آتش ماندگار هستند. اما اینها اینقدر یقینشون ضعیف بود، با وجود این همه دلایل می گفتند که خب زودتر بیار عذاب را زودتر بیار. الله تعالی می فرماید اینها اولین نیستند که این را میگند، قبل از اینها اقوام دیگه بودند هم مطالبه عذاب کردند، انکار کردند قیامت را، انکار کردند توحید را، مطالبه عذاب کردند. حالا نمونه های که درس عبرتند گذشته، در سوره های گذشته خواندیم که چه عذاب های برای اونها آمد.
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، اینها عجله میکنن بالسیئه، به بدی، به عذاب، قبل از حسنه، قبل از اینکه بهشون انعامی برسه، پاداشی برسه، نعمتی برسه. نعمت نمیخوان، نقمت میخوان. وقد خلت من قبلهم المثلات، در حالی که گذشته قبل از اینها نمونه ها یعنی نمونه های عذاب، واقعات عذاب. اما خدای تعالی خب وقتی خودشون میخواهند، چرا خدا عذاب نمیده؟ آخه خدای تعالی ذاتی هست غفور. یعنی چی؟ یعنی خدا مهلت میده تا بعضی ها اگر عذاب بده مهلت دیگه گرفته میشه، سلب میشه، تا بعضی ها که میخواهند توبه بکنن ببخشه اونها را، مورد مغفرت قرار بده. اما کسانی که اصرار بر کفر بکنن، تا آخر به کفر ادامه بدن، اونها را خدا عذاب میده. و ان ربک لذو مغفرة للناس على ظلمهم، همانا رب تو دارای مغفرت است برای مردم بر ظلمشان، یعنی با وجود ظلم، با وجود تعدی، اما وقتی که توبه میکنه الله مغفرت میکند. و ان ربک لشدید العقاب، همانا رب تو شدید العقاب هم هست، سخت عذاب. محل مغفرت ایمان است یا مؤمن است، محل شدید العقاب چیه؟ کفر و کافر است. حالا بعضی از اشکالاتی که اونها مطرح میکردن اونها جواب داده میشه. یکی از اشکالات که همیشه شما خواندید، اونها میگفتند خب اگر ایشون پیامبر خدا هست، چرا آیه‌ای که ما میخوایم، معجزه‌ای که ما میخوایم، نشانی که ما میگیم اون نشانی نمیاد؟ قبلا خواندید نشانات و خواسته های اونها محدود بوده. مثلا میگفتن لولا انزل الیه کنز، چرا یه خزانه برای اون از آسمان فرستاده نمیشه که ما ببینیم یک شبه سرمایه‌دار شد، صاحب کنز شد؟ یا او جاء معه ملک، یا چرا با او فرشته نمیاد ما ببینیم فرشته در تایید او داره تبلیغ میکنه؟ الله میفرماید و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیة من ربه، کفار میگویند چرا نازل نشده بر او آیه، یعنی آیت مقترحه، اون معجزه مطلوبه که ما میخوایم از جانب ربش. انما انت منذر، جزی نیست که تو منذر هستی ای پیامبر، تو صاحب تو مختار معجزات نیستی، کار تو انذار است، بیم دادن است. ولکل قوم هاد، اولی نیستی، هر قومی هدایت کننده ای داشته، منذری مثل تو داشته، لذا اونها معجزه را میخواهند، بذار اونها را، معجزه به دست الله است. و الله عزوجل در آیات گذشته که شما خواندی الله الذی رفع السماوات بغیر عمد، تا اینجا بیان چی بود؟ بیان تصرفات، قدرت لا یزال. حالا بعد از این بیان علم او هست. قبلا چند بار برای شما توضیح داده شده که ویژگی اله بودن، الوهیت چی هست؟ این دو چیز است. کسی میتونه اله باشد که تصرفاتش در هر زمینه زیاد باشد، هر تصرفی را توانا باشد، هر کاری بتواند بکند، تا که بنده هر چی ازش میخواد بتواند بدهد، قدرت داشته باشد. دوم علم. علم یعنی از تمام احوال کلی و جزئی با خبر باشد، علم محیط به کل شی باشد، تا اینکه بالاخره نسبت به کسانی که او را عبادت میکنند، او را فریاد میزنند، از او چیزی میخواهند، نسبت به اونها خبر داشته باشه. یک بیخبر شد از کجا میتونه که معبود بشه؟ پس این دو چیز از لوازمات چی هستند؟ اله حقیقی
معبود حقیقی. آنچه که در رکوع اول تا اینجا خواندید اینا بیان تصرفات الهی بود. قدرتش از زمین گرفته تا آسمان، انواع عرض کنم که میوه ها، انواع تصرفات علوی سفلی، حالا علمش. الله یعلم ما تحمل كل انثى، از جزئیات میره تا کلیات. الله یعلم ما تحمل كل انثى، الله میداند آنچه که حمل میکند هر مؤنث در شکمش. و ما تغیض الارحام، آنچه که رحم کم میکند. گاهی ناقص الخلقه به وجود میآید، گاهی میبینیم یک دست نداره، یک پا ندارد. و ما تزداد، آنچه که رحم اضافه میکند. مثلا گاهی میبینیم در رحم بجای یک قلو 2 تا هست، بجای 2 تا 3 تا هست، یا اعضایش بیشتر است. و کل شیء عنده بمقدار، هر چیز نزد پروردگار به حد معینی هست، حد معینی هست مشخص کرده او، زیاد یا کم. عالم الغیب و الشهاده، اون ذاتی است که داننده غیب است، هر چی که مخفی باشد همه را او میداند، برای او خفای وجود نداره. و الشهاده، داننده مشاهده است، هر چیزی که ظاهری هست علنی هست. الکبیر المتعال، آن ذاتی است که بسیار بزرگ است و متعالی است، بلند و بالا است، جایگاهش بسیار بلند است. همه اینها را دارد. و علاوه از اون علم کلی که شما خوندی، علم در جزئیات. سواء منکم، این تخصیص بعد از تعمیم است. اونجا خواندیم عالم الغیب و الشهاده به صورت کلی، حالا جزئیات. سواء منکم، برابر است از شما. من اسر القول، هر کسی که سخن را مخفی بکند. و من جهر به، هر کسی که اون سخن را علنی کند. و من هو مستخف باللیل، هر اون انسانی که در شب مخفی بشه، یعنی کاری را پنهانی بکند. و سارب بالنهار، و کسی که ظاهر بشه در روز، علنی کار را انجام بده. همه و همه برای الله برابر است. سواء منکم، هیچ فرقی برای خدا نداره. اون یکی دانشتر سختتر باشه، این یکی آسانتر، نه. له معقبات من بین یدی، برای او هست معقبات، فرشته های معقبات. له برای کی؟ بعضی ضمیر را به من میبرن، من اسر القول و من جهر به، یعنی همین انسان، چه اون کسی که سخن را مخفی بکند، چه کسی که سخن را علنی کند، چه اون کسی که شب پنهان میشه، چه اون کسی که روز ظاهر میشه. پس له، برای اون انسانی که او انسان فرشتگانی دارد که این فرشتگان را میگن معقبات. معقبات به خاطر اینکه یکی بعد از دیگری میروند و میآیند، عقب هم دیگه، پشت سر هم دیگه. مثلا 2 تا الان هستن، وقتی که غروب میشه این 2 تا میروند، 2 تا دیگه میاد. صبح که میشه اون 2 تا میرن، 2 تا اولی میاد. معقبات به این خاطر میگویند. یا اینکه له، مرجع ضمیر له الله است، لله، برای خدا چنین فرشتگان، چون اون تعیین کرده. بعضی همین را گفتن که راجع له لله ملائکة یتعاقبون باللیل و النهار، خدا فرشتگانی داره که اینها را مأموریت داده در زمین، اینها شب و روز پشت سر هم میرن میان. به این خاطر بهشون میگه معقبات. اما این معقبات کجا هستند؟ از هر طرف انسان را دنبال میکنه. من بین یدیه و من خلفه، از جلو از پشتش. کار اینها چیه؟ یحفظونه من امر الله، من سببی است، یعنی این انسان را حفاظت میکنن به سبب امر الله، چون خدا گفته. تا اون زمانی که مقدر باشه اونها دیگه از هر خطری، از هر
مشکل انسان را حفاظت میکنه. لذا انسان اگر یه حالتی دارد این حالتش هرگز تمام نمیشه. حالت یسر داره، حالت امن داره، حال خوبی داره. این حالت را خدا از دست نمیگیره مگر خودش اعمالش را چنان عوض بکند که احوالش عوض بشه. یعنی هیچ وقتی خدای تعالی برای انسانها تغییر نمیاره، دگرگونی نمیاره مگر خودشون بیارد. لذا الله میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. همانا الله عزوجل تغییر نمیده ما یعنی اون حالاتی که بقوم، ما یعنی اون نعمتی، اون عافیتی که نسبت به قومی باشد، حتی یغیروا ما بانفسهم، حتی که خود قوم تغییر بدهند ما بانفسهم، اون احوالی که نسبت به خودشان بود، احوال خوب را، احوال و اعمال صالحه را خودشون تغییر بدهند. و اذا اراد الله بقوم سوءا، هرگاه الله اراده بکنن نسبت به قومی اراده بدی، اراده مصیبتی، فلا مرد له، برگرداننده برای او نیست. فلا مرد له یعنی رد کننده و دفع کننده اون اراده نیست. و ما لهم من دونه من وال، برای این بندگان بجز الله هیچ مددکاری هم نیست. وال هم ولی است، هیچ حامی نیست. بس ببینید خدای تعالی علمش اینطور محیط است، قدرتش همچنین. در ادامه این دلیل دیگری هست باز هم ثابت میکنه قدرت خدا را. هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا. حالت عادی است. وقتی که حالت عادی باشه ما هیچ به فکر نعمتهای خدا نمیفتیم. آیا شما چقدر روزانه فکر میکنید این خورشید با این بزرگی چطور طلوع میکنه، چطور نور میده، چطور تابش و حرارت میده، چه انرژی میده، میره غروب میکنه دوباره شد. این حالتهای روزمره ما انسان ها به اینا فکر نمیکنیم. اما یه وقت یه حالت فوق العاده باشه ذهن انسان به سمت قدرت خدا میره. مثلا رعد و برق عموما نیست، گاهی یهو رعد و برق میشه. اینا انسان را به یاد خدا میندازه. هو الذی یریکم البرق، الله اون ذاتی هست که به شما نشان میده برق را، در حالی که برق دو حالت داره، خوفا و طمعا. در او هم خوف هست، شما میبینید برق را میترسید، یه وقتی نزند به انسانی، به حیوانی، یه جایی را در ندهد، آتش ندهد. این خوف هم است. اما از یک طرف طمع، خوشحال انسان که حالا باران میبارد، رحمت نازل میشه. هم پس دو حالت داره، هم خوف هم طمع. و ینشئ السحاب الثقال، و خداوند انشاء میفرماید، ایجاد میکند ابرهای سنگین را. ابر سنگین چون پر آب هست، پر باران هست. و یسبح الرعد بحمده، و الرعد تسبیح میگوید همراه با حمد پروردگار. ببینید رعد چطور تسبیح میگه. بعضی وقتی که این آیات را میخوانند تمسخر میکنند، میگویند که بالاخره رعد یک حالتی هست که به دلیل تصادم و استکاک ابرها به وجود میآید. هم رعد به وجود میاد، هم برق به وجود میاد. هم اون صدای مهیب و وحشتناک که رعد باشه وقتی که این ابرها با هم دیگه برخورد میکنند. این چه تسبیحی هست؟ ببینید ما قبلا خواندیم که هر چیزی تسبیح خودش را دارد ولی ما نمیفهمیم. و این میشین الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. لازم نیست که تسبیح همه سبحان الله گفتن باشه. سجده همین سجده ما باشه که بالاخره هر چهار دست و پا را به زمین بذاریم و جبین را هم به زمین بذاریم. نه،
سجده بقیه مخلوقات تفاوت داره، هر یکی مطابق شأن خودش سجده میکند، مطابق شأن خودش تسبیح هم میگوید. اصلا از بعضی از آیات معلوم میشه که سجده و عبادت مخلوقات یعنی اطاعت اونها، فرمان اونها که از خدا فرمان ببرند. این که هر روز مثلا خورشید طلوع میکنه غروب میکنه کلا در حال عبادت، در حال سجده هست. پس رعد هم همچنین، همین رعدی که ایجاد میشه صدای مهیبه، چه بسا همین خودش چی هست؟ تسبیحش. این یک توجیه. توجیه دوم اینه، بسیاری از علما گفتند رعد نام فرشته ای هست. رعد نام فرشته هست. به چه دلیل؟ والملائکت عطف است، تخصیص تعمیم بعد از تخصیص است. اول یک فرشته خاصی را ذکر کرد، بعدا عموم فرشتگان. چنانچه اینطور میشه گاهی جبرائیل و بقیه فرشتگان ذکر میشه. اول جبرائیل یا اول فرشتگان، تنزل الملائکت و الروح، اول عموم فرشتگان بعدا بالخصوص جبرائیل. اینجا برعکس، اول تسبیح رعد بعدا بقیه فرشتگان. حالا اینکه شما در دنیا اسم این رعد را رعد گذاشتید، چه بسا این نام را به خاطر اون فرشته‌ای که مأموریت دارد این کار را به خاطر نام اون فرشته گذاشتین، یعنی اصل رعد نام فرشته باشد و بعدا این کاری و این مأموریتی که اون فرشته دارد ایجاد می کند، خب اسم این مأموریتش هم به نام خود فرشته باشد. خیلی وقت میشه در دنیا، حالا بعضی ها یک حرفه‌ای دارن، صنعتی دارن، هنری دارن، کاری تولیدی دارن، اون تولیدیشان را، اون هنرشان را به نام خود همون شخص، به نام خود اون شخص مردم میشناسند. پس این وظیفه فرشته رعد هست، حالا خود این را به نام او میشناسند. اینطور هم ممکن است. لذا بعضی میگویند که رعد نام فرشته است و یسبح الرعد بحمده، یعنی تمام فرشتگان بالخصوص فرشته رعد تسبیح خدا را میگوید، والملائکه و بقیه ملائکه هم همه من خیفته، از جلال پروردگار، از خوف پروردگار. و یرسل الصواعق، الله تعالی صاعقه ها را میفرستد. صاعقه که جایی او که بیفتد هم صدای مهیب دارد، هم همه چیز را از بین میبرد. و یرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء، هر جا خدا بخواد به وسیله اون صاعقه اصابت میکند، میزند چیزی را. و هم یجادلون فی الله، الله که دارای این قدرت بسیار بزرگ است، اما این مشرکین درباره این الله، درباره عظمتش با هم دیگه بحث میکنن، درباره توحیدش. و هو شدید المحال، و اون ذاتی هست که بسیار قدرت شدیدی دارد. محال به معنی قدرت توان. پس او نباید درباره توحید او اختلاف کرد. له دعوت الحق، این نتیجه و ثمره تمام این دلایل است. وقتی که خدا علمش هم اینقدر محیط هست، قدرتش هم اینقدر زیاد هست، پس فقط باید او را صدا کرد. دعایی که حق است، دعایی که واقعا ارزش دارد، همون دعایی هست که از برای خدا باید باشد، یعنی فقط خدا را صدا بزنید. له دعوت الحق یعنی چی؟ فقط خدا را صدا بزنید، بغیر از او کسی دیگر را صدا نزنید. صدا زدن و فریاد زدن و حاجت خواستن از غیر او باطله. اون دعایی که حق است کدوم دعا هست؟ همون است که فقط برای خدا باشد. این واقعی است.
این حقیقی است، این اصل است. لذا له دعوت الحق. اما بعضی میگویند که دعای اصلی همون دعایی هست که انسان ها از خدا میکنن، بقیه دعاها تمام غلابی هست، تمام باطل، تمام دروغ. به همین خاطر انسان در وقت مصیبت خود به خود به صورت خودکار او را صدا میزند. در حالت یسر و در حالت عادی میبینیم که دیگران را هم صدا میزنند، اما وقتی برایش مشکل میشه ضل من تدعون الا ایاه، بقیه را گم میکنید، اونایی که شما اونها را میخواندید، اونایی که صدا میزدید، الا ایاه، فقط خدا را صدا میزنید، کسی دیگر بغیر از خدا را نمیخوانید. و بعد الله تعالی میفرماید صدا زدن دیگران، دعای دیگران، حاجت خواستن از دیگران مثل این هست که اولا که اونها اجابت نمی کنند، اونها خبر ندارند، و بعدا مثال اون دعا و مثال اون خواستن در این که هیچ فایده ای ندارد مثل این هست که کسی تشنه باشه از دور آب را اشاره میکنه، بیا تو دهنم، میآید خود به خود؟ نه، تا 100 سال آب نمیاد. پس حاجت خواستن از غیر خدا به همین معنی هست، از نظر بی فایده بودن، از نظر بطلان. له دعوت الحق، دعای حقیقی اون دعایی است که فقط و فقط برای اوست، اما اگر غیر او را صدا زدیم چی؟ والذین یدعون من دونه، آنهایی که صدا میزنن به غیر از او، دیگران را فریاد میزنن، یا فلان تو بیا کمکم کن، یا فلان تو دست منو بگیر. خدا میفرماید آنهایی که صدا میزنن به غیر از الله، دیگران را صدا میزنن، بندگان خدا را صدا میزنن، مخلوقات دیگر را صدا میزنن، لا یستجیبون لهم بشیء، یعنی ذره برای اونها اجابت نمی کنن. بنده کجا میتونه مشکل من شما را حل کنه؟ او خودش مشکل داشته. انسان اگر پیغمبر باشه هم خودش مشکل داره، چه برسد که مشکل دیگران را. مگر ما در سوره انبیاء نمیخوانیم همه پیغمبران مریض میشدند، فرزند میخواستند از خدا و حل مشکلات را میخواستند، کمک در مقابل دشمن میخواستند؟ میخوانیم. لذا الله میفرماید والذین یدعون، یعنی یدعونهم، آنهایی که مردم اونها را صدا میزنن، من دونه بغیر از الله، لا یستجیبون لهم بشیء، آنها اجابت نمی کنن برای این صدا زنندگانشان هیچ چیزی را مگر این اندازه هست. حالا شما ببینید این فایده ای داره، الا کباسط کفیه الی الماء، مگر مثل کسی که دراز کرده دستش را، هر دو کفش را به سوی آب، لیبلغ فاهو، تاکه آب بیاید برسد به دهانش، و ما هو ببالغی، اما اون آب خود به خود نمی رسد به دهانش، و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اینجا نفرمود و ما دعاؤهم، دعای اونها بی فایده است، بی اثر است. علامه اشرف علی تھانوی ترجمه کرده فی ضلال، بی اثر، بلکه گفت و ما دعاء الکافرین، اشاره است به اینکه اینهایی که حاجات خودشون را از غیر خدا می طلبند اینا کافرند. گویا قرآن داره فتوا صادر میکنه، به جای ضمیر چی آورد؟ اسم ظاهر آورد. و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، دعای کافران نیست، چنین کافرانی که از غیر خدا حاجت می طلبند مگر بی اثر، بی فایده، بی سود. و بعد الله تعالی دلیل دیگری ذکر میکنه از توحید، ولله یسجد من فی السماوات والارض، فقط و فقط برای الله سجده میکنند تمام آن موجوداتی که در آسمان ها هستند و موجوداتی که در زمینند، طوعا و کرها، با خوشی و بدون خوشی،
یا با اختیار و غیر اختیار. حالا طوعا اطلاقش بر سجده مکلفان است. مثلا ما انسان ها سجده می کنیم، جنات اونایی که با اختیار خودشون سجده می کنند. اما کرهن اشاره به سجده غیر مکلفان است. اونها بالاخره اختیاری ندارند، به صورت غیر اختیار خدا را تعظیم می کنند. نه تنها خودشون و ظلالهم، سایه هایشون هم بالغدو و الآصال صبح شام. حالا کیفیتش را الله میداند، ولی همه دارن خدا را سجده می کنند. بعد از این الله تعالی دلیل دیگری را به صورت استفهام، قل من رب السماوات والارض، بگو ای پیامبر به امتت بگو چه ذاتی هست رب آسمان ها و زمین. اگر اونها جواب ندادن که جوابش را بلدند همه، خودت بگو قل الله رب آسمان ها و زمین، پرورش دهنده آسمان ها و زمین فقط الله است. وقتی فقط الله است، شما چرا غیر خدا را برای خودتون رب گرفتید، حامی گرفتید؟ اونهایی را که هیچ نفع و ضرری را مالک و مختار نیستند. لذا الله می فرماید قل افاتخذتم من دونه اولیاء، بگو آیا شما گرفتی بغیر از الله دیگران را حامیان، کارساز خودشان، آنهایی را که لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، حتی برای جان خودشان، برای خودشان مالک نفع و ضرر نیستند. پس شما دارید به راه گمراهی میرید با این کارتون. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، آیا نابینا و بینا برابر است؟ یعنی شما که غیر خدا را عبادت میکنی شما نابینا هستی، مشرکی. بینا کیه؟ بینا موحد مؤمنه. ام هل تستوی الظلمات والنور، یا مثال دیگر این تاریکی ها و نور برابر است؟ تاریکی ها یعنی انواع اشراک، انواع کفر، شرک، با اون نور که یعنی ایمان، توحید برابر هستند؟ ام جعلوا لله شرکا، یا اینکه اینها قرار دادن برای خدا شریکانی، شریکانشون خلقی دارند، خلقو که خلقی، چیزی را مثل پیدایش خدا پیدا کردند. آخی این خدایان یک چیزی را پیدا کردن، نشون بدید بگه این را پیدا کردن که فتشابه الخلق علیهم، که خلق مشتبه باشد. مثلا حالا نمیدونید این زمین این تکه زمین را خدایان دیگه خلق کرده یا خدای واحد خلق کرده. چنین مشتبهی، امر مشتبهی پیش بیاد آره هست؟ اگر اونها میتونستن، حالا ببینید دو نفر یه چیزی دیگه در یه چیزی دیگه با هم مشترک باشه، مثل هم باشه. مثلا شما یه جای میرید این زمینی کشاورزی مال زیده، اون مال عمره، گاهی بر شما مشتبه میشه که کدوم مال زیده، چون مثل هم هستن. الان آیا اینها این خدایان یه جایی خلقی دارن، اثری از پیدایش دارن که مثلا بگیم با پیدایش خدا، با اون تکه‌ای که خدا درست کرده قاطی شده، نمیدونیم کدوم مال خداست کدوم مال دیگری هست؟ چنین چیزی نیست. که ام جعلوا لله شرکا خلقوا کخلقه، آیا برای خدا شریکانی هست که پیدا بکنن مثل پیدایش خدا، که فتشابه الخلق علیهم، که پیدا کردن بر اونها چی باشد؟ مشتبه باشه؟ هیچ چی نیست، غیر از خدا دیگه خالقی نیست. قل الله خالق کل شیء، بگو الله هست که آفریننده هر چیزی هست. و هو الواحد القهار، و اون ذاتی هست که واحد هست، یگانه هست، بر هر چیزی مسلط است. حال الله عزوجل در قالب مثالی همه اون چی که شما در گذشته خواندید را روشن میکنه. در گذشته حق و باطل را خواندید، شرک و ایمان را خواندید، شرک و توحید را خواندید. لذا الله تعالی مثالی برای باطل هم ذکر میکنه که مثال شرک است، مثال برای حق که ایمان هست هم ذکر میفرماید.
انزل من السماء ماء، الله از آسمان آب نازل فرمود. فسالت اودیه، وادی های مختلف جاری شدند، وادی ها، رودخانه ها تمام جاری شدند. وقتی که جاری هستند و سیل هست میبینیم که بر بالای سیل چی هست؟ کف هست. فاحتمل السیل زبد الرابیا، حمل میکند با خودش این سیل زبدن یعنی کف را که رابی هست، بالای آب قرار داره، بالای آب کف جمع شده. خب پس این کف اون که داخل است پایین از خود آب است. یه مثال دیگه، و مما یوقدون علیه فی النار، از آن چیزی که مردم روشن میکنند بر آن در آتش. به خاطر چی آتش را روشن میکنند؟ ابتغاء حلیت، برای طلب زیورالات، برای حاصل کردن زیورالات، او متاع یا کالای دیگر. اونجا هم میبینیم وقتی که زیورالات را میسوزانن روی آتش بالا کف قرار میگیره، زبد مثلو. حالا ببینید یکی اون زبد هست، اون کف بالا آب هست، اون مثال باطل است. او با ادنا باد چی میشه؟ خشک میشه، تمام میشه. اون آب پایینی که میره ته زمین و مفید میشه برای زمین، برای انسان، اون مثال چی هست؟ ایمان است که برای انسان مفید میشه. یا در مثال دوم اون کف بالایی که در آتشی که شما فلز را، طلا را، نقره را ذوب کردید، وقتی که ذوبش میکنی بالا کف قرار میگیره. این کف مثال کفر، مثال شرک، مثال باطله. تهش اون زیورالات میره میشیند، طلا هست مثلا، نقره هست، هر چیزی هست. حالا این مثال حق و باطل است. باطل همون کفه، حق اونه که مفید میماند. الله می فرماید کذالک یضرب الله الحق والباطل، این گونه بیان می فرماید الله در قالب مثال حق و باطل را، توحید و شرک را. فاما الزبد فیذهب جفاء، اما آن زبد، آن کف می رود خشک میشه و می رود. و اما ما ینفع الناس، اما اونی که مردم را نفع میده، برای مردم سودمند است، فیمکث فی الارض، اون در زمین میماند یا می رود، یعنی می رود ماندگار میشه. اون در زمین تبدیل به آب ذخیره میشه، آب زیرزمینی میشه. الله می فرماید کذالک یضرب الله الامثال، این گونه خداوند مثال ها بیان میکنه برای اینکه حق و حقیقت واضح بشه. للذین استجابوا لربهم الحسنى، حالا همونطور که حق و باطل دو چیز هست، حق خوبه، باطل بده، حق مفیده، باطل ضرره. انسان ها هم بر دو نوع هستند، یکی اهل حق و یکی اهل باطل. اهل حق کسانی هستند که به دعوت رب لبیک میگویند، استجابوا لربهم. اهل باطل اونایی هستند که دعوت پروردگار را لبیک نمیگویند، حرف خدا را گوش نمی کنند. خدا میگه توحید، او میگه شرک. خدا میگه نماز، او نمیخوانه. خدا میگه اطاعت، او نمیکنه. دو گروه هستند. للذین استجابوا لربهم الحسنى، برای آنانی که اجابت میکنند برای ربشان، یعنی سخن رب را گوش میکنند، برای آنها بهشت است. الحسنى یعنی چه؟ بهشت. والذین لم یستجیبوا، آنهایی که اجابت نمی کنند برای خدا، دعوت رب را لبیک نمیگویند. خب در مقابل بهشت مشخص چیه؟ جهنم است، آتش است. چنان جهنمی هست که لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه، اگر برای این انسان باشد تمام آنچه که در زمین است جمیعا باشد، یعنی تمام خزانه ها و دفینه های زمین، و مثله معه، مثل آن یعنی دو برابر برش باشد، لفتدوا به، البته که فدیه میدهد تا خودش را خلاص کند، اما خلاص نمیشه. اولئک لهم سوء الحساب،
این افراد برایشان حساب بد است یعنی عذاب است و مأواهم جهنم جایگاهشان جهنم است و بئس المهاد اون رختخواب بدی هست. مهاد قبلا خواندیم، مهد میگن جای استراحت، چه فرش باشه که روش انسان بشیند، چه رختخواب باشه. این فرشش، این رختخوابش از جنس چیه؟ آتش. بئس المهاد. افمن یعلم انما، بازم مثال دیگر. این تو این سوره گفتیم یا دلائل ذکر میشه یا مثال ها هست که دیگه جای پنهانی از مسئله باقی نماند. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، اون انسانی که میداند، علم دارد. علم چی؟ انما انزل الیک من ربک، این قرآنی که نازل شده از جانب رب تو الحق، حق است، واقعیت از طرف خدا، واقعا از طرف خدا است. آیا این انسان کمن هو اعما، مثل اون انسان دیگری است که کور نابینا است؟ یعنی اینا با هم مثل هم هستند؟ نه خیر. این عالم، اون جاهله، این بیناست، اون نابیناست، این ناجی هست، اون یکی دیگه هالک هست، هلاک میشه. انما یتذکر اولو الالباب. از این مثال ها کی پند میگیرد، کی واقعیت را متوجه میشه؟ اولو الالباب، صاحبان عقل، صاحبان درک و درایت. اولو الالباب کیا هستند؟ اونایی که هم عقیدهشون خوبه، هم عملشون خوبه، هم حق الله را انجام میدن، هم حق العبد را انجام میدن. الذين يوفون بعهد الله، این صفت اولش. کسانی که وفا میکنن به عهد الهی، پیمانی که با خدا بسته دیگه با خدا شرک نمیکنه. ولا ينقضون الميثاق، به عهد الله یعنی توحید را، ایمان را اختیار میکنه، انتخاب میکنه. ولا ينقضون الميثاق، پیمان را نمیشکند یعنی شرک نمیکنه. شرک کردن چیه؟ پیمان شکنی. کفر کردن پیمان شکنی. والذین یصلون ما امر الله، اون حق خدا بود، این حق بندگان. کسانی که وصل میکنن آنچه که الله امر کرده به آن که ان یوصل. خدا چی امر کرده؟ صله رحمی را امر کرده که صله رحمی بشه، اون را اجرا میکنه، انجام میده. و درجه دوم، درجه اول اینه که صله رحمی میکنه، دوم از خدا میترسن. و یخشون ربهم، از ربشان میترسن. سوم از حساب بد هم میترسن. و یخافون سوء الحساب، از سوء الحساب، از بد حسابی میترسن که در محضر الله کم بیارن، به همین خاطر خوش حسابی میکنن، هر حقی را ادا میکنن. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، وصف دیگرشان کسانی که صبر میکنن بر دین حق، بر مسیر حق، بر دین حق صبر میکنن هرچی مشکلات باشه. وجه ربهم، ابتغاء وجه ربهم، این صبرشان، این شکیباییشان برای طلب رضای ربشان هست. پس بر دین و تمام مشکلات صبر میکنن و تمام احکام و عبادات را هم بجا میآورند، چه مالی چه جانی. و اقاموا الصلاة، نماز برپا می‌دارند. و انفقوا مما رزقناهم، خرج میکنن از آن مالی که ما رزق دادیم به اونها. سرا و علانیتا، هم مخفی خرج میکنن هم علنی. گاهی علنی بهتر است، ما قبلا خواندیم. میخوای کسی دیگر را تشویق بکنی، علنی کن تا او تشویق بشه. والملائکة و یدرؤون بالحسنة السیئة، در آیات گذشته بحث عقاید و اعمال بود، اینجا بحث اخلاق. یعنی هم عقایدشون خوبه، هم اعمالشون خوبه، عبادتهای جانی هم انجام میدن، مالی هم انجام میدن، اخلاق هم حسنه دارن. حتی و یدرؤون بالحسنة السیئة، سیئه و بدی را دفع میکنن به وسیله حسنه. اگه کسی با اونها بدرفتاری میکنه، اینا بجاش خوشخلقی میکنند، خوش رفتاری میکنند.
اگر کسی به اینها ناسزا میگه اینها کلمه محبت میگویند. کسانی که این گونه باشند یعنی هم حق الله خوب ادا میشه، هم حق بندگان، هم اخلاق نیکو. اولئک لهم عقبى الدار، این افراد برای ها عاقبت دار است، انجام خوب دار. اون عاقبت دار چیه؟ توضیحش جنات عدن، یعنی جنات جاودانه که یدخلونها، داخل اون جنات می شوند. نه تنها خودشان وارد جنات می شوند بلکه تمام اهل و عیال به برکت اینها به همون جایگاه می رسند. قبلا خدمت شما روایت خواندم، اون روایت را رو این آیه آوردن، آیه سوره رعد، که یک بنده ای هست در روز قیامت این بنده در محضر الله احضار میشه، بنده نیک صالح همه این حقوق را ادا کرده، هم حق الله، هم حق العباد، هم تقرب، هم نماز، عبادات نفلی، خدمت خلق، امر به معروف، نهی از منکر، خلاصه از نزدیکان و مقربان خدا میبرند در بهشت، در مقام بسیار بلند و بالایی، انواع نعمت ها بهش میدند، بهترین کاخ و قصر، بهترین حور و غلمان، بهترین باغ و بستان، بهترین لباس و ابریشم، بهترین خوراکی ها، میوه ها، مشروبات. هر چی نگاه میکنه هیچ کمبودی نیست، هر چی که دلت بخواد است. اما اطراف را نگاه میکنه، پدرم کجاست؟ نیست. برادرم، خواهرم، خویش و تبارم، نزدیکم، عائله‌ام، هیچی که نیستند. میگن کجا هستند؟ فرشتگان جواب میدن اونا هم در همین بهشت هستند، اما در یک جایگاه زیرین تر، پایین تر. تو خیلی خاص بودی، تو مقرب بودی، اینجا قرار گرفتی. بعدا این انسان دعا میکنه خدایا من هر چی کردم فقط برای خودم نکردم، برای کل خاندان انجام دادم. حالا اونا جدا و من جدا چه لطفی دارد؟ خداوند تعالی دستور میده به خاطر کرامت این انسان، اونایی که خودشون مستحق بهشت هستند تو بهشت رفتن اما در طبقات زیرین هستند، اونها را بیارید با این یک جا قرار بده، یک جا بکنید، کنار هم باشد. این کرامت است، نه اینکه یک دو پله از این پایین بیارید و از اونها بالا بیارید تا نرمال بشه، نه، این همین جای خودش باشه، اونها را بیارید اینجا. لذا الله می فرماید و من صلح من آبائهم و ازواجهم، اینها که در وارد این جنات می شوند همچنین کسانی که صلاحیت داشته باشند. صلاحیت چه چیزی صلاحیت بهشت را تایید میکنه؟ ایمان. و من صلح من آبائهم و ازواجهم، هر کسی صلاحیت داشته باشه از پدرانشان، همسرانشان و ذریاتهم، نسل و اولادشان. والملائکة یدخلون علیهم من کل باب، از هر دری ملائکه وارد می شوند و اکرام می کنند مؤمنین را، بار بار سلام می گویند. سلام یعنی سلامتی از هر خطر و آفت. سلام علیکم، بر شما از هر خطر و آفتی سلامتی باد، بما صبرتم، بسبب این که شما بر دین حق صبر کردید. فنعم عقبى الدار، بسیار زیبا است عاقبت دار، انجام دار. این بهشت است. این برای کسانی است که به عهد خودشون وفا کردن. عهدی که ما با خدا بستیم، چه در وادی الست بستیم، چه عهد با پیامبران بستیم، وقتی ایمان آوردیم، وقتی کلمه خواندیم، این کلمه تعهد ایجاد میکند. چه گویم مسلمانم بلرزم که دانم مقتضای لا اله را، اون چی که لا اله از من تقاضا میکنه. بعضی مشکلات لا اله گفتم ولی خب بعضی اصلاح کردن. لا اله مشکلات نداره، لا اله چی داره؟ مقتضا داره، از من شما چیزایی میخواد. لذا به مقتضای لا اله چی کرده؟ عمل کرده. این عهده. لذا الله می فرماید والذین ینقضون عهد الله،
گروه دوم آنهایی که عهدی که با خدا بستن او را نقض کردن من بعد میثاقه، بعد از اون پیمان الهی. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، آنچه که الله دستور داده که وصل بشه اینها اون را قطع میکنند. رابطه با خدا، رابطه با خلق، همه را قطع میکنند. و یفسدون فی الارض، فساد میکنند در زمین. اولئک لهم اللعنه، این افراد، این گروه برای اونها لعنت و نفرین است، یعنی دوری از رحمت الله است. ولهم سوء الدار، برای این افراد دار بد است، انجام بد است. لذا اینها کسانی است که نقض عهد کردن. حالا سوال اینجاست که اینا وقتی که نقض عهد کردن، پیمان خدا را شکستن، چرا در دنیا مال و متاع زیاد دارند، در دنیا ثروت و سرمایه زیاد دارند؟ اون تقسیم خدایی است، اون بر اساس حکمتی که الله میداند. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، الله فراخ می کند، وسیع می کند رزق را برای هر کسی که بخواد از بندگانش، و یقدر، و تنگ می کند. اما اینها که خدا رزق بهشون داده، در همین زندگی دنیا غرور دارند و به این دل بستند. و فرحوا بالحیات الدنیا، اینها خوشحالند یا مغرورند به زندگی دنیا، در حالی که و ما الحیات الدنیا فی الاخرة الا متاع، نیز زندگی دنیا در مقابل آخرت مگر کالای فریب، کالای فریب هست. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه، اینجا سرزنش است، زجر است بر کفار. اونها با وجود این همه آیات، الان از این به بعد بعضی از اشکالات اونها هم جواب داده میشه. اونها میگویند که خب چرا معجزه‌ای که ما میخوایم نمیاد؟ الله تعالی میفرماید به اینها بگی که معجزه را الله وقتی که بیارد، به وسیله همین معجزه بعضی گمراه میشن، بعضی هدایت، بس اون به دست خداست. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه، میگویند کسانی که کفر کردن چرا نازل نمیشه بر او آیه مطلوبه، آیه مقترحه از جانب ربش. قل ان الله یضل من یشاء، به آنان بگو که همانا الله است که گمراه میکند کسی را که بخواد. و یهدی الیه من اناب، و بسوی الله هدایت میشه اون انسانی که در درونش انابت باشد، حق طلبی باشد، تعصب داشته نباشد. الذين آمنوا، این بیان من اناب، صفات منیبین. الذين آمنوا، کسانی که به وحدانیت خدا ایمان آوردند. و تطمئن قلوبهم بذکر الله، اون کسانی که دلهای اونها آرامش میگیرد، با ذکر الله آرامش میگیرد. اون کسانی که وقتی که الله را یاد میکنند آرام میشوند. الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی آگاه باش، با خبر باش ای انسان که دلها با ذکر الله اطمینان مییابد. بسیاری هستند که دلشون با ذکر الله، بسیاری که فطرت خودشون را خراب کردند، از بس که آلوده گناه شدند با موسیقی آرام میگیره، العیاذ بالله، با گناه آرام میگیره، با تماشاهای بیجا آرام میگیره. اما بعضی هست آرامشش در ذکر الله است. الا بذکر الله تطمئن القلوب، این خاصیت ذکر واقعی هست، ذکری که با حضور قلب باشه، با توجه الی الله باشه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. طوبى لهم، یعنی خوشا به حال اونها. طوبى لهم، در دنیا برای اونها خوشحالی است، و در آخرت و حسن مآب، یعنی انجام خوب، عاقبت خوب. كذلك ارسلناك فی امت قد خلت من قبلها، حالا تذکری برای
فرستادن رسول الله که رسول الله اولین پیامبر نیست، در این امت مبعوث شده، در امتهای دیگه قبل از رسول الله پیامبران زیادی مبعوث شده. اولین حرکت نیست، اولین نهضت نیست. كذلك ارسلناك فی امت، این گونه ما تو را فرستادیم در میان امتی که قد خلت من قبلها همانا گذشته قبل از این امت دیگر. وظیفه پیامبر چیه؟ لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک، تاکہ تلاوت کنی بر آنها آن چیزی که ما وحی کردیم بسوی تو. وهم یکفرون بالرحمن، در حالی که این مخاطبان تو نسبت به رحمان، نسبت به ذات مهربان کفر می کنند. اینا که کفر می کنند تو در پاسخ اونها بگو قل هو ربی، بگو اون ذات، اون پروردگار متصرف، اون فقط رب من هست. لا اله الا هو، هیچ معبودی لایق پرستش و لایق سجده نیست الا هو، بجز او. علیه توکلت، فقط و فقط بسوی او، بر او من توکل کردم. و الیه متاب، فقط بسوی اوست جای رجوع من. توبه به من رجوع و بازگشت بسوی اوست. لذا به اینها بگو. اما مشرکین درباره پیامبر و رسول الله صلی الله علیه وسلم دچار تردید بودند، شک بودند، گاهی خواسته هایی را مطرح می کردند. الله تعالی اشاره میکنه به اون خواسته هایش. میگویند بعضی از اهل تفسیر در شأن نزول این آیه نوشتند حالا لازم نیست تنها این جریان باشه، چندین خواسته را مشرکین مطرح کردند. یک روزی ابو جهل با جمعی نشسته بود اطراف خانه کعبه، کسی را فرستاد گفت که بروید محمد را بیارید. رفت آن حضرت صلی الله علیه وسلم را گفتند ایشون آمدند که چه کاری دارد باش. گفت ما در صورت ایمان میاریم، در یک صورت ایمان میاریم. در چه صورتی؟ گفت که زمین مکه و شهر مکه بسیار تنگ است، از هر طرف کوها محاصره کرده. شما این کوها را عقب بزن، زمین را، شهر ما را چی بکن؟ شهر ما را توسعه بده، گشادهش بکن، فراخش بکن. این کوها را عقب بزن و این زمین را اضاف بکن، بیشتر بکن. یکی این کار را بکن تا ما راحت اینجا زندگی بکنیم، بتونیم کشاورزی بکنیم، بتونیم کار بکنیم. دوم اینکه اموات گذشته ما را زنده بکن، از اونها بپرسیم، اونا به ما بگن که آیا اون چه که تو میگی حق است، واقعا بعد از مردن یک عالم دیگه هست، یک جهان دیگه هست. بالخصوص جد بزرگ قریش را که قصی ابن کلاب هست، او را زنده بکن. این خواسته را مطرح کردن. الله تعالی در جواب اونها فرمود که شما هر خواسته ای را بیارید و اجرای کنی، عملی کنی، اینهایی که مهر جباریت به دلشون خورده ایمان نصیب اینها نمیشه. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال، اگر چنان قرآنی که به وسیله اون سیر بکند، سیر بشه کوها به حالت سیر و حرکت در بیاد، او قطعت به الارض، یا به وسیله اون زمین تکه تکه بشه یا پیموده بشه، او کلم به الموتا، یا به وسیله اون سخن بشه، به وسیله اون با مرده صحبت بکنن، اصلا مرده زنده بشه. فلا یؤمنون، جوابش مقدره، اینا بازم ایمان نمی آورند. و بعد کار شما نیست، این کار خداست. اونا چرا از شما مطالبه می کنند؟ بل لله الامر جمیعا، بلکه تمام امور برای خداست. مدیر و متصرف در تمام امور الله است. افلم ییأس الذین آمنوا، لم ییأس اینجا به معنی لم یظهر هست، لم یعلم هست. آیا کسانی که ایمان آوردن نمیدانند
که لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا، اگر الله میخواست هدایت میکرد همه مردم را، اما ولکن لیبلوهم، خدا بالاجبار هدایت نمیکنه. لذا همواره این کفار اعتراضات خودشون را خواهند داشت، شما ناراحت نباشید. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا، همواره کسانی که کفر کردن به اونها میرسد به سبب عمل کردشان قارعت مصیبتی، مصیبت مثل چی؟ شکست در جنگ، قتل، اسارت، هزیمت، شکست، همه اینها. او تحل قریبا من دارهم، یا اگر بر سر خودشان مصیبت نیاید، نزدیک خانهشان، بر همسایهشان، بر اون روستای دیگری مصیبت می آید. حتی یأتی وعد الله، تا اینکه وعده الله می آید. تا اون زمان همش این مصائب هست. ان الله لا یخلف المیعاد، بدون شک الله تعالی خلف وعده نمی فرماید. حالا اینجا تسلی هست برای رسول الله صلی الله علیه وسلم و همچنین تخویف. ای پیامبر تو ناراحت نباش، اگه اینا تو را مسخره میکنه، میگه بیار قصی را زنده بکن، بیار مکه را، شهر مکه را بزرگ کن، بیار این کوه را بشکن، تکه تکه بکن، این مسخره ها را قبلا هم کردند به رسول دیگر. بالاخره اونایی که مسخره کردن عذاب آمده برن، فرود آمده. ولقد استهزئ برسل من قبلک، همانا استهزاء شد، مسخره شد نسبت به رسولی که قبل از شما بودند. فاملیت للذین کفروا، من مهلت دادم، مهلت و فرصت دادم به اونهایی که کفر کردن. ثم اخذتهم، اما بعدا من رب اونها را مؤاخذه کردم، مثل فرعون، مثل عاد، مثل بقیه. فکیف کان عقاب، عقاب من چطور سخت است. بروید مطالعه کنید عذاب من چقدر سخت است. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، اینجا مقایسه هست، مقایسه معبود حق و معبود باطل. آیا اون ذاتی که قائم على كل نفس، بر هر نفسی اون پروردگار قائم است، یعنی هم امور هر نفسی را زیر نظر دارد. بما کسبت یعنی مع ما کسبت، همراه با اون چی که کسب کرده. آیا این ذات مثل کسی هست که هیچ این صفات را ندارد؟ اینا مثل هم هستند. یعنی این ذات که معبود به حق است مثل یک معبود باطل و بی اختیار است. و خدا اینجا سرزنش می فرماید اینها را. و جعلوا لله شرکا، اینا برای خدا شریکانی تراشیدند، شریکانی درست کردند. این شرکا را که برای خدا درست کردید، قل سموهم، به آنها بگو که این شریکان شما خصوصیات اینها را نام ببرید. سموهم یعنی چه؟ یعنی اذکروا صفاتهم، خصوصیات اینها را نام ببرید. ببینید آیا اینها استحقاق عبادت در آخر اینا چه کمالی دارند، چه هنری دارند، چه کاری میتونن بکنند. ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض، یا اینکه شما دارید به خدا خبر میدهید چیزی را که خود خدا خبر ندارد. شما میگید توی خدا شریک داری، خودش از سنی شریکانی اطلاع ندارد، سراغ ندارد. ام تنبئونه، به خدا دارید خبر میدهید بما، یعنی اون معبودان باطلی که لا یعلم فی الارض، خدا از شریک بودن اونها نمیداند. ام بظاهر من القول، یا اینکه نه خودتون در دل هم میدونید که شریک ندارد، به ظاهر چنین سخنی میگویید، با زبان میگویید. دلیل چیه؟ اونها جوابی نداشتن مشرکین. الله تعالی میفرماید اصل مسئله اینجاست که اینها در مسیر کفر قدم برداشتند، در مسیر شرک راه رفتند و شیطان و شیاطین آمدن همین راه کفر و راه شرک و راه ضلالت را برای اینها آراسته کردند، زیبا جلوه دادند. اینا فکر میکنن همین راه حق است، راه نجات است. بل زین للذین کفروا مکرهم، بلکه آراسته شده، مزین شده برای کسانی که کفر کردند
مکر اونها یعنی همین فتنه انگیزی اینها و صدوا عن السبیل، به همین دلیل از راه حق اینها باز داشته شدند، هیچ وقت به سوی حق، به سوی توحید، به سوی یکتاپرستی نمی آیند. این گمراهی هست. و من یضلل الله فما له من هاد، هر کسی را الله گمراه کند برای او هیچ هادی نیست. خب تکلیف این افراد چیه؟ لهم عذاب فی الحیات الدنیا، برای این افراد عذاب است، گرفتاری است، مؤاخذه است در زندگی دنیا. این مختصر، این زود گذر است. اما ولعذاب الآخرة اشق، اما عذاب آخرت بسیار سخت‌تر است. و ما لهم من الله من واق، خدا نجات بده. وقتی که اون عذاب بیاید نیست از عذاب خدا هیچ حفاظت کننده. از وقایقی هست یعنی محافظت. هیچ کسی که انسان را محافظت کند وجود ندارد. خب این مالکی بود، این صفت جهنمی ها بود و پاداش جهنمی ها کیفر اعمالشون. اما ما قبلا خواندیم که دو گروه هستند، یک گروه مؤمنین منیبین، اونها جایگاهشون در بهشت. حالا صفات بهشت: مثل الجنة التي وعد المتقون، صفت اون بهشتی که اهل تقوا وعده داده شده. متقون کسانی که از کفر و شرک پرهیز میکنند. صفت اون بهشت این گونه هست: تجری من تحتها الانهار اکلها دائم و ظلها، جاری هست از زیر درختهای اون بهشت نهرها جاری هست و میوه های اون دائمی هستند، فصلی نیستند. حالا فصل زمستان بعضی میوه است، تابستان بعضی هست، اونجا نه، اونا دائمی هستند. تلک عقبى الذین اتقوا، این انجام و این عاقبت کسانی هستند که از کفر و شرک پرهیز میکنند. اما اون کافرینی که پرهیز نمیکنند، و عقبى الکافرین النار، عاقبت کفار چی هست؟ آتش است. والذین آتیناهم الكتاب یفرحون بما انزل الیک، اما بعضی از اهل کتاب، اینجا دلیل نقلی از اهل کتابی که اونها به قرآن ایمان آوردند. قبلا ما اسامیشون را ذکر کردیم، عددشون هم کم نبودند، بسیار زیاد. اهل کتابی که میگویند 40 نفر از مسیحیان نجران ایمان آوردند، یه تعدادی از یهودیان مدینه ایمان آوردند، چندین مسیحی از حبشه بودند که ایمان آوردند که شاه نجاشی اونها را فرستاد که خواندید: اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع، وقتی که قرآن را شنیدن که بر رسول الله نازل میشه چشمهایشون اشکبار بود، بی اختیار. لذا الله می فرماید که بسیاری از اهل کتاب هستند. والذین آتیناهم الکتاب، آنهایی که ما به آنها کتاب دادیم، یفرحون بما انزل الیک، آنها خرسندند به آنچه که نازل میشه به سوی تو، یعنی به او ایمان می آورند که خوشحالند. اما و من الاحزاب، بعضی از همین اهل کتاب، احزاب اهل کتاب، من ینکر بعض، کسانی هستند که بعضی از قرآن را، بخشی از قرآن را چی میکنند؟ انکار میکنند. قل انما امرت ان اعبد الله، این دلیل وحی است. ای پیامبر به اونها بگو که من هر چی میگویم از سوی خودم نمیگویم، من مأموریت دارم، مأموریت دارم که هم خودم خدا را فقط عبادت کنم، شریک نگیرم و پیام خدا را برسانم. قل انما امرت ان اعبد الله، جزی نیست که من امر شدم این که فقط خدا را عبادت کنم، ولا اشرک به، و با او احدی را شریک نسازم، الیه ادعو و الیه معاب، این رسالتش است. بعد از توحید رسالت، الیه ادعو، فقط و فقط به سوی رب فرا میخوانم، و الیه معاب، فقط به سوی او هست بازگشت، مرجع. و كذلك انزلناه حکما عربیا،
همچنین ما نازل کردیم این قرآن را حکمی به زبان عربی، یعنی احکامی در این قرآن است به زبان عربی، اما تو ای پیامبر احکام را اجرا کن، احکام را ابلاغ کن، ادامه بده. ولئن اتبعت اهواءهم، چون بحث احکام است اینجا مراد از اهوا خواهشات اونها احکام منسوخه نوشتند علما که احکام منسوخه اونها را یهود و نصارا را دنبال نکن، پیروی نکن. ولئن اتبعت اهواءهم، اگر پیروی کنی از خواهشات اونها، از احکام منسوخه و محرفه اونها، بعد ما جاءک من العلم، بعد از این که علم پیش شما آمد، ما لک من الله من ولی ولا واق، اون وقت در مقابل خدا برای تو هیچ حامی نیست، هیچ حفاظت کننده نیست، کسی که تو را حفاظت کنه هم نیست. پس مبادا به خواسته اونها تن بدیم، توجه بکنی، حتی بلکه شما بگو اعلان کن خدا من باز داشته از شرک و من هیچ وقت به سمت معبودان شما نمی آیم. این وظیفه هر مسلمان است. خطاب به رسول الله، مراد من شما. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، این همون دلیل نقلی هست که به صورت اجمالی هست. اما در این دلیل و در ادامه چند تا سوال هستند که این سوالات پاسخ داده میشه. یکی از سوالات این بود، اونها میگفتن که اگر تو پیامبر هستی تو چرا مثل ما میخوری، میپوشی، بازار میری، زن داری، فرزند داری؟ چرا؟ پیامبر نباید اینطور باشه. بعضی از مردم تصورشون همینه که پیامبران باید مثل بقیه مردم نباشد. بالاخره پیامبران، علما همه نیاز دارند، نیاز به بازار رفتن دارند. گاهی یک عالمی بازار به مردم میگه عجب شما چرا آمدید؟ خب اینم انسان هست، اینم نیاز به لباسی داره، اینم نیاز به خوراکی داره. لذا اونا هم همین میگفتن ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، چرا غذا میخوره، چرا بازار میره؟ الله میفرماید تمام پیامبران را که ما فرستادیم زن و بچه داشتن، احتیاجی داشتن، نیاز داشتن. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، همانا ما فرستادیم پیامبرانی قبل از شما، وجعلنا لهم ازواجا و ذریه، قرار دادیم برای اونها همسرانی، اولادی، احفادی. اونها هم نیاز داشتن، نیاز بشری، نیاز جنسی، نیاز خوراکی، همه چیز، چون پیامبر بودند، بشر بودند، انسان بودند. خب اونها خواسته دومشون این بود که چرا آیه و معجزه‌ای که ما میخوایم نمیاری؟ خداوند جواب میده آخه این معجزه به دست پیامبر نیست، این به دست خداست. پیامبر چه بخواد چه نخواد نمیتونه بیاره نیاره. و ما کان لرسول ان یأتی بآیة الا باذن الله، نیست برای هیچ پیامبری که معجزه بیارد مگر به اذن الله، چون از پیغمبر نخواهید، او اختیارش را ندارد، خدا هرچی که مناسب میدوند. حالا سوال دیگه اینه که پس کی هست اون موعد که شما میگی برای ما عذاب میاد؟ الله جواب میده لکل اجل کتاب، لکل اجل کتاب، هر مدتی نوشته شده. البته یک تفسیرش اینه هر چیزی نوشته شده بر پیش خدا و مدت مشخصی داره. عذاب زود هست یا دیر هست، در این دنیا است یا در اون دنیا، همه مکتوبه، نوشته شده، در تقدیر الهی است. اما بعضی دیگر میگن نه، بعضی از اهل تفسیر میگن این سوال چیزی دیگه هست. ما در آیه اول آیه خواندیم که ما قبلا رسول فرستادیم. خب رسول بودند، شریعت داشتن، احکام داشتن، مثل موسی، مثل عیسی، چرا به همون عمل نکردند؟ به همون اکتفا نشد؟ چه نیازی بود دیگه پیغمبر بیاد؟ خدا به انسان ها میگفت به همون کتاب موسی عمل کنید تا آخر، چه اشکالی داشت؟ الله میفرماید
هر کتابی موعدی داره، میعادی داره، زمانی دارد. عرض کنم که کتابی از کتابهای، اینجا کتاب دیگه به معنی کتاب آسمانی میشه، به معنی مکتوب نیست، وقتی دارد. الله عزوجل بشر را که خلق کرده، رب هم از رب به معنی چیه؟ تربیت کننده، تدریجاً از ابتدا به کمال، لذا احکام را بر اساس ربوبیت می فرستاده. انسان هر چی که زمان به پیش میره انسان تکمیل تر میشه، کامل تر میشه، نیازش بیشتر میشه. به همین خاطر در باب مادیات نگاه میکنیم هر چی که انسان در زمانهای بعد حاصل میکنه نسبت به زمانهای قبل قابل مقایسه نیست. حالا اگر کسی میگه که همون کتاب قبلی کافی هست، پس بهش بگیم که همون سواری های قبلی، عرض کنم که شتر و الاغ هم کافی هست. چرا شما الان ماشین سوار میشید؟ چرا شما هواپیما سوار میشید؟ الله عزوجل با توجه به پیشرفت جهان و به اینکه به اون نقطه‌ای که خدا میخواد برسه، با توجه به این مسئله هم از نظر مادیات مسائل جدید و کاملتری را خدا پیدا میکنه، هم از نظر دین و معنویت. لذا احکام فرق میکنه. اون کتاب برای یک مقطع بوده، برای یک زمان بوده، برای یک دور بوده، اما برای ادوار بعدی کتابی که تا آخر زمان این کتاب قابل خواندن هست، قابل عمل هست، قابل توجه هست، این قرآن هست. لکل اجل کتاب. این تفسیر بیشتر راجحتر به نظر میاد، چون ادامه اشاره به همین هست. یمحو الله ما یشاء و یثبت. هر چی که خدا بخواد پاک میکنه، احکام را منسوخ میکنه، و هر حکمی از احکام که خدا بخواد یثبت. یه زمانی نیاز بود که نسل باید ادامه بیابد، اجازه داد که یک برادر با خواهر خودش ازدواج بکند در اون پیدایش نخستین، اما در زمانهای بعدی نیازی به این نبود، این را متوقف کردند. همچنین امثال این یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. اصل کتاب نزد پروردگار که همه چیز کامل در اون نوشته. حالا میگه منظور یا لوح محفوظ هست یا تقدیر الهی. خب پس وقتی که اینطور هست و این گروه از مشرکین ایمان نمی آورند، عذاب برای اینها کی هست؟ چه زمانی هست؟ خدا میفرماید اون با ماست. و اما نرینک بعض الذین نعدهم، اگر ما به شما نشان بدهیم بعضی از آنچه که با اونها وعده میکنیم، او نتوفینک، یا قبل از عذاب شما را بمیرانیم، شما را به جهان آخرت ببریم، علی ای حال حساب و کتاب این ملت و من، فانما علیک البلاغ، جزی نیست ای پیامبر بر تو بلاغ است، اما رسیدگی بر ماست، و علینا الحساب، حساب و کتاب بر ماست. و بعد اینها میگن خب چرا عذاب نمیاد؟ مگر عذاب شاخ و دم داره؟ اینکه هر روز خدای تعالی زمین را، عرصه را بر اونها تنگتر میکنه، زمین کوتاه میشه. زمین کوتاه میشه به چه معنی؟ یعنی بلاد جدیدتری فتح میشه، روستاهای بیشتری ایمان میآورند، شهرهای بیشتری سقوط میکنه به دست مسلمانان. خب این عذابی برای کفار نیست؟ زمین کفر داره چی میشه؟ تنگ و تنگتر میشه. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، آیا نمی بینن که ما به زمین میاییم، یعنی چیکار میکنیم؟ من ننقصها من اطرافها، از اطراف زمین میکاهیم، کم میکنیم. ای به تکثیر المسلمین، مسلمان بیشتر میشه، این شهر ایمان میاره، اون روستا ایمان میاره، اون آبادی ایمان میاره. والله یحکم لا معقب لحکمی، الله هست که حکم میکند، الله هست که فیصله میکند، هیچ تعقیب کننده به حکم خدا نیست، هیچ کسی دنبال نمیکنه که چرا،
هیچ کسی حتی چرا نمیگه. والله وهو سریع الحساب، هرگاه حساب بگیره هم اون سریع الحساب هست. پس نأتی الارض، ارض شرک مراد است، ارض کفر مراد است که هر روز اراضی شرک و کفر، اهل شرک و اهل کفر چی میشه؟ کم میشه. وقد مکر الذین من قبلهم، اینجا خدای عزوجل پیغمبر خودش را تسلی میده. این توطئه، این اعتراضات، این القاء شبهات برای بار اول نیست. کسانی که قبل از این مشرکین مکه بودند اونا هم نسبت در مقابل پیامبران توطئه کردند. وقد مکر الذین من قبلهم، همانا توطئه کرد کسانی که گذشتن قبل از اینها. تو نگران نباش، فلله المکر جمیعا، فقط و فقط برای الله است همگی مکرها، یعنی جواب هر مکر، پاسخ هر توطئه بر خداست. یعلم ما تکسب کل نفس، چنان ذاتی از پروردگار عالم هست، همه چیز را علمش احاطه کرده. یعلم ما تکسب کل نفس، میداند آنچه که هر نفسی کسب کرده. و سیعلم الکفار لمن عقبى الدار، ان قریب کفار میدانند که عاقبت دار، انجام دار مالکیه. و در پایان سوره الله تعالی دوباره اعاده می فرماید یاوه‌گویی اونها را و زجر و سرزنش بر این سخن. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میگویند به پیامبر عظیم الشان لست مرسلا، تو پیامبر نیستی. لیاذ بالله. خدای عزوجل جواب میده، میگه علاوه از این جواب هایی که ما تا حالا خواندیم، جواب هر شبهه، هر پاسخ، قل کفی بالله شهیدا بینی و بینکم، خداوند کافی هست از نظر گواه، یعنی خدا گواه است. چه گواهی بالاتر از گواهی خدا؟ خدا گواه است بین من و بین شما. و گواهی خدا همینه که در قرآن هست، همینه که قرآن را نازل کرده، چنان قرآن معجزی که شما را به زانو انداخته. شما چرا نتونستید مثلش پیدا کنید؟ و تنها علاوه از گواهی خدا، و من عنده علم الکتاب، اون کسی که نزدش علم الکتاب است اون هم گواه است. اون گواه اون کیه؟ بعضی میگن جبرائیل امین. چنانچه ما برای گواهی توحید در آل عمران خواندیم، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم، هم خدا گواه است، هم ملائکه گواه است، هم اولو العلم، اهل علم گواه هستند. حالا و من عنده علم الکتاب، بعضی میگویند که جبرائیل امین، بعضی میگویند که علمای حق اهل کتاب، علمای مؤمن اهل کتاب اونجا هم بود. والملائکه و اولو العلم، اما اولو العلمی که قائم بالقسط، در راه انصاف و عدالت قدم بردارن، قیام کنند. اینجا هم به هر دو معنی میتونیم بگیریم، چون و من عنده علم الکتاب هم اطلاقش بر علماء مؤمن هست، هم اطلاقش بر جبرائیل است. همه اونها کافی هستند از نظر گواهی، همونطور که برای توحید گواهی دادن، برای رسالت تو ای محمد صلی الله علیه وسلم، هم خدا و ملائکه و اولو العلم گواهی میدهند. صدق الله مولانا العظیم.